حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا میرفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش بردیم ماندیم، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود میانداخت، چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میماند، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد، بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو هست من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگی الله 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 و جوابت نمیگه؟ وقتی تو میگی الله جوابت نمیگه؟ وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او؟ وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچیت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه؟ میبینه، ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش بکنی رو دار میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجدود تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است. خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود، حدیث بخاری است. ای از مال از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ در گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از این که در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد، برای فرزندایش گفت فرزندانم من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتن پدر جان تو بهترین پدر بودی. گفت فرزندانم من با شما بهترین پدر بودم، اما با الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن، ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داریم، 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر. 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. گفت فرزندایم من خب به شما بهترین پدر بودم، اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما. گفت بفرمایید. گفت فرزندان وقت من مردم، بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنید، خوب آتش بزنید تا خاکستر شد. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیریم، روزی که بسیار باد و شمال تند بود، ببرین تمام خاکستر مرا به باد بتیم که باد ببره، که ما بسیار نافرمانی کردیم خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد، فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن، طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن، به باد دادن. حدیث بخاری است، داستان و قصه نیست. 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن، الله جمعش کرد، ففروا الی الله
الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر، ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار رو تو پیدا نکنی. الله گفت تو از ما میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت. فتلقاه برحمته، در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد. گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس، من امضایش میکنم.